از این بابت کارمندان تازه تعیین حکومت به نام رئیس جمهور سوگند یاد میکنند. این تصمیم روز چهارشنبه 22 ایون در پی اصلاح قانون کنستیتوسیونی درباره حکومت و وضع حقوقی اعضای مجلس ملی و وکیلان مجلس نمایندگان تاجیکستان در پارلمان گرفته شد. به این طریق اعضای حکومت تاجیکستان پیش از اجرای وظیفه‌شان به نام رئیس جمهور قسم یاد کرده وعده خواهند داد که تمام نیروی خود را برای رشد و بالا بردن آبروی تاجیکستان در سطح جهانی صرف خواهند کرد. در نوبت خود وکیلان با یاد کردن سوگند به نام مردم به آنها وعده میدهند که در تحکیم وحدت ملی و استقلال دولتی تامین حقوق و آزادی‌های انسان سهمگذار میشوند و در تهیه و قبول قانون‌ها صادقانه و از روی وجدان عمل میکنند. لایحه قانون کنستیتوسیونی جمهوری تاجیکستان عاید به وارد نمودن تغییر الهه‌ها و قانون کنستیتوسیونی جمهوری تاجیکستان درباره حکومت جمهوری تاجیکستان و مقصد عملی نمودن تغییر الهه‌های 22 می سال 2016 به کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان وارد شده و تحکیم من بعدی حاکمیت دولتی، بلند برداشتن مسئولیت اعضای حکومت و پیشرفت فعالیت آنها تهیه و پیشنهاد گردیده است. معیار سوگند اعضای حکومت جزئی از 41 تغییر الهه‌ها به سرقانون تاجیکستان است که به تاریخ 22 می از طریق رایپرسی عمومی خلقی قبول شده بود. زمان و مکان سوگند یادکنی اعضای حکومت و وکیلان پارلمان را خود رئیس جمهور تعیین خواهد کرد. به نظر ایده از کارشناسان به نام پرزیدنت سوگند یاد کردن بیانگری آن است که حاکمیت قانون در کشور تأمین نیست. چرا قسم به نام پرزیدنت؟ چرا به نام خدا نه؟ چرا به نام قرآن نه؟ در کشوری که 98-99% مسلمان است. شاید برای این باشد که در تاجیکستان همه به رسیدن به منصب وابسته است تنها به یک شخص، به پرزیدنت، و از منصب رفتن هم وابسته است برمیگردد به همین شخصیت، به شخصیت پرزیدنت. فقط پرزیدنت میتواند که به شما منصب دهد و پرزیدنت میتواند که از منصب راند. شاید به خاطر همین باشد. روزنامه‌نگار سیفی سفر میگوید تا امروز نمونه سوگند به نام پرزیدنت را در یگان جامعه دموکراتی شاهد نشده است. هر قانونایی که به تصویب رسیدند گاه از گاهی از سوی وزیران و دیگر کارمندان دولت نقض شدند و رئیس جمهور نهایتاً به این خلاصه رسیدند که شاید به نام خودشان قسم بخورند و یعنی از ترس، نه اینکه اجرای قانون، از ترس دیگر یعنی دست از قانون شکنی و از برخی از ناخوابی ها دست بکشند. سوگند یاد کردن اعضای حکومت و وکیلان پارلمان را در دولانهای حکومت به منفیت می‌دانند و میگویند این امر تا اندازه‌ای میتواند برای مستحکمی نظام اجرایی حکومت کشور خدمت کند. البته آنهایی که وجدانشان پاک نیست بعد قسم هم البته خیانت میکنند، سوگند شکسته میشوند و همچنین سوگند شکنها را سال گذشته هم دیده بودیم که آدم حربی بودند لیکن سوگند شکسته شدند. برای همین در اینجا پیش از همه وجدانی خودی همان شخص مهم است، اخلاق خودی همان شخص مهم است، دیلی همون شخص مهم است که تا کدام درجه پاک است، تا کدام درجه محض برای خدمت به خلق و وطن خودش مثلا چی میگه تیار است. سوگند یاد کردن و یا به کسی سوگند دادن در جامعه تاجیکستان یک عمل با اهمیت و اعتماد ساز است. مردم بیشتر به حرف اعتماد میکنند که اگر گوینده قول خود را با قسم مستحکم کند. اما با این هم مصاحبان ما به مؤثر بودن چنین سوگند یادکنی ها چندان خوشبین نیستند.